کزگون اینجا بود. از خودش خیلی مطمئن بود. احتمالش زیاده بیاد سراغه. باشه. صدا رو ضبط کردین؟ کزگون اینجا بود. از خودش خیلی مطمئن بود. احتمالش زیاده بیاد سراغت. اینم از این. میشنفم جهان. داداش درست همونی شد که گفتی. فرمان به قدیر زنگ زد. صدای ضبط شدهش هم دست ماست. باشه خوبه. حالا دیگه نوبت ماست که توپو بزنیم تو گل. تونستی بفهمی کی قمارخونه رو لو داده بود؟ نه، درست لحظه آخر بهشون خبر دادم. تو چرا داری سعی میکنی به کزگون کمک کنی؟ برای اینکه اعتمادش رو جلب کنم. هیچ کدوممون دلمون نمیخواد کزگون بره زندان. تو رو نمیدونم، اما زندگی کزگون برای من مهم نیست. میدونم. شما به زندگی فرمان کروغلو توجه دارید، میفهمم. یه صدایی از درونم داره به هم میگه که داری کم کم پاتو از گیریم دراستر میکنی. شرمین خانم، من همیشه طرف شما هستم. به نفع هر دوی ماست که کزگون جبجی نیفته زندان. حرفمو باور کنین. با اجازتون. این چی میگه؟ کزگون و زندان اینا؟ دیشب به پاتوقش حمله شده. اینم اومده خبر بده. بهش اجازه دادی؟ آره. چرا از اون مردی که محافظت میکنی؟ علی جون، من یکم کار دارم، بعدم با هم حالا که این فرصت پیش اومده چرا از کزگون محافظت میکنی؟ تو با چه جرأتی منو بازخواست میکنی؟ شرمین جون، گفتی فرمانو بندازیم به جون کزگون. گفتی تنها راه نابودی کزگون همینه. منم مثل نادونا به حرفات گوش دادم و همه چی رو سر من خراب کردی. برای همینم رک و پوست کنده بهم بگو هدف اصلی تو چیه؟ به تو مربوط نمیشه. هدف تو انتقام گرفتن از کزگون این چیزا نیست. تو یه هدف دیگه داری. نکنه داری فکر میکنی فرمان از دیلا جدا میشه میمونه برای تو؟ تو به جای این که منو بازخواست کنی بهتر حواست به زندگی کزگون باباتو مال و منالشو گرفت، اما حواست باشه که جبجی دیگه چیز بیشتری نخواد ازت بگیره. منظورت چیه؟ این حرفا یعنی چی؟ من دارم میرم. چی شده؟ هیچی. شوهر داره از خواب زمستونی بیدار میشه. تو آدمات خیلی زود میمیرن، اما کزگون به این زودی ها نمیمیره. امروز فرمان مرگتون امضا کردین. چی گفتی؟ نمیتونم بشنوم. بی خاصیت. بلندش کنین. بلم کنین. دیلا
در مورد اتفاقات امروز صبح نمیخوای چیزی بگی؟ تو هم دیدی اسلحه به کمرش بود. تا وقتی یکی از این 2 نفر نمردن میخوای این اتفاقات رو نادیده بگیری؟ متوجهم نشه خانم. همش میخواین تقصیر رو بندازین گردن من، اما اگه تو نبودی کوزگون نمیومد تو زندگیمون. شایدم کاملا برعکس باشه. اگه علیرغم همه چیز وجود من جلوی فرمانو گرفته باشه چی؟ اگه میخواین 2 طرف آروم نگه دارین بهتره گونه‌ش رو از کوزگون دور کنین، چون فقط شما میتونین این کار کنید. بابات یا داداشت وقتی بهت گفتن از کوزگون فاصله بگیر تو به حرفشون گوش دادی؟ بابات تونست مانع تو بشه؟ من چطوری میتونم جلوی دخترمو بگیرم؟ نشه خانم. از گونهش محافظت میکنی یا حسادت میکنی؟ من به کسی حسادت نمیکنم. خودتو گول میزنی. من درکت میکنم. برخلاف قلبت یه تصمیمی گرفتی. آدمی که عاشقش بودی زدت زمین. خواستی به عشق فرمان یه فرصت بدی. میخوای با کسی که عاشقشی نه با کسی که عاشقت زندگی کنی، یا اینکه قلبت میگه کوزگون میخوای بری طرف یکی دیگه؟ اگه میخوای ازش محافظت کنی از این خونه برو. از زندگیمون برو بیرون لطفا. برگرد به زندگی کوزگون. من دیگه به زندگی اون بر نمیگردم. اگه گونش با کوزگون ازدواج کنه چی؟ اون وقت بازم پای حرفت میمونی؟ من کاری نیستم. این دخترتونه که بدبخت میشه. دیرا، جنگ بین فرمان و کوزگون رو تموم کن. جنگ اصلی وقتی شروع میشه که من از این خونه برم. مطمئن باشین. به خونم حمله کردن. کوزگون بود؟ آدماش. تو کارخونه قدیمی هم دیگه رو ببینی. کوزگون قدیر رو گیر انداخته، اما در آخرین لحظه فرار کرده. دیگه کسی نمیتونه جلوی شرکت‌های بهرام آدیوا رو بگیره. قربان، میخواین من باهاتون بیام؟ نه. کوزگون جبجی امروز تصمیم گرفت چند روز دیگه میخواد زنده بمونه. روزی که با دیلا ازدواج کنم دیگه زنده نیست.
وایسا این چی کار میکنه؟ برو کنار. دیوونه ای مگه؟ برو کنار. تو از من چی میخوای؟ دردت چیه؟ از سر رام برو کنار. باز با من بیای دیلا. کجا؟ وقتی اومدی میبینی. بیا. من با تو هیچ جا نمیام. دیلا لازمه که بیای. سوار ماشین شو. نمیام. خیر باشه. قدیما من نمیترسیدی. چی شده؟ میترسی هوش از سرت ببرم؟ مطمئن باش تو این دنیا آخرین نفری که از تو میترسه منم. خیلی خوبه. پس سوار شو بریم. سوار نمیشم. دیلا سوار شو. حرف حالیت نمیشه نه؟ نمیتونی رد شدن رو قبول کنی چون از نظر تو نه جواب نیست. میگن خوشگلا لجبازن. بهت یه قولی دادم، پای قولم هم میمونم. سوار ماشین شو. چه قولی؟ وقتی رفتیم میفهمی. بیا. این کارا دیگه از کنترل خارج شده. به خونم حمله کردن، بهم اعلام جنگ کردن. کوزگون جبجی دیگه یه مرده است. تا کجا قراره بریم؟ صبر کن، کم مونده. چرا منو آوردی اینجا؟ تو باز دنبال چی هستی؟ باز؟ شریک فرمان شدی. با اینکه فهمیدی گونه‌اش کیه باز اجازه دادی پیشت بمونه. چی و به کی میخوای ثابت کنی؟ هیچیو. از گونه‌اش فاصله بگیر. بهتره اونو وسیله‌ای برای انتقامت نکنی. درست مثل من از تو برای انتقام استفاده نکردم. واقعا خودت این حرفتو باور میکنی؟ ما این حرفا خودتو راضی کردی که کنار فرمان بمونی؟ ها؟ قبول کردن این که از دست دادی اینقدر سخته؟ هرچی بین ما بوده خیلی وقت تموم شده. پس با گونه‌اش چی کار داری؟ چی کارش داری؟ گونه‌اش دختر خاله فرمانه، یه جورایی خواهرش به حساب میاد. خب اشکالش چیه؟ تو هم دختر رفعت بیلگین بودی، عاشق تو هم شدی. تو گونه‌شم اونم دوست داری؟
خیلی خوب، چی رو میخواستی نشونم بدی؟ چهره واقعی اونی که قرار شوهرت بشه. بیا. تو از چی داری حرف میزنی؟ خودت بگو. حیوان. داداش قدیر راه افتاد. GPS بهش وصله. تعقیبش میکنیم. به خونم حمله کردن. کوزگون بود؟ آدماش. تو کارخونه قدیمی دیگه رو ببینی. نشناختیش؟ قدیر از شرکای بهرام. یادت اومد یا نه؟ کوزگون اینجا بود. از خودش خیلی مطمئن بود. احتمالش زیاده بیاد سراغت. باشه. با توجه به چیزی که داری میبینی، قدیر شریک شوهر جونته یا هر خر دیگه ای. بیا این دنیای روشن رو تحویل بگیر. اینم از کسی که میخوای شوهرت بشه. اینم هدیه عروسی من به تو. میخوای برگردم پیشت، اما هنوزم سعی میکنی با عذاب دادنم به هدفت برسی. اشتباهه. آره، خواستم با چشای خودت ببینی، نه برای اینکه برگردی پیش من. الانم برو با اونی که قرار شوهرت بشه روبرو شو. روبرو بشم؟ باشه، روبرو میشم. فرمان. دیگه وقتش رسیده همه چیزو توضیح بدی. زود باش، بگو فرمان. بگو بذار کوزگونم متوجه بشه که با قدیر چی کار داری؟ زیاد فکر نکن، زودی یه دروغی سرهم کن. به خودت فشار نیار. برای محافظت از زندگیت. بر پدر دروغگو. با قدیر برای همین ملاقات میکنه. تموم شد. الان واقعیت رو فهمیدی؟ تو هم باورت شد نه؟ بله، چون واقعیته. هر کاری کرده خوب تو رو خامه خودش کرده، اما من گول نمیخورم. من باورم نمیشه، اون قدرام ساده نیستم.
بیا دیلا، بیا بریم. به جودت زردم اسلحه داری که عمم محافظت کنه؟ قهوه خونمو گوله بارون کردی و بقیه داستانا. خب منم تازه متوجه شدم. هر از گاهی به مکانم حمله کردی، سعی کردی منو بترسونی، فقط برای اینکه اسلحه‌مو نذارم زمین. چون میدونستی اگه یه کاری کنی که من اسلحه‌مو نذارم کنار، دیلا به من بر نمیگرده. درسته دیگه؟ شرف داغستانی، آیهان دست راست شرف، بهرام آدیوار، کوزگون جبجی که اینا رو کشته داره این حرفا رو میزنه؟ چرا باید بخوام اسلحه تو دستت باشه؟ حرفو نپیچون رتفریش، با کلماتم بازی نکن. حرفایی که گفتم دروغه یا نه؟ بهم بگو ببینم. مگه آدمات قهوه خونه منو گوله بارون نکردن ها؟ من هیچ ربطی به اون موضوع ندارم. زرد، آبی، نارنجی، من جودتو اصلا نمیشناسم، تا حالا هم ندیدمش. ای تو نمیری. کور و کر زبون همو میفهمن. عالیه، خوبه. من دیگه هیچ حرفی نرم بزنم. دیگه هر کی هر چی رو دوست داره خودش باور کنه. به پایم پیشین. تو هم همینطور. تنها دلیل زنده بودنت منم. تو برو به جون دیلا دعا کن. دیلا باعث شد به خاطر قتل بورا داغستانی نیفتی زندان. حتی به خاطر قتل بهرام آدیوار بازداشتم نشدی، چون من تمام شواهدو پاک کردم. فکر میکنی دلیلش کی بود؟ بازم دیلا. فرمان کافیه. باور این که به لطف من زنده ای برات سخته؟ چی داری میگی نصفریش؟ ترجیح میدم خودمو اعدام کنم تا اینکه به لطف تو زنده باشم. میرم خودمو تحویل پلیس میدم. منو ببین، آزادی من دست هیچ احدی نی. شما چی دارین میگی؟ تو به خاطر من زنده ای، چون من خواستم شرکای بهرام آدیوار از حمله به دست بردارن. فرمان بسته. تو یه بیچاره ای هستی که از طرف دشمنت محافظت میشی. کوزگون بسته، لطفا ولش کن. باشه. پس چون این مردی که خواست منو نکشتین، آره؟ ها؟ برو به جون فرمان دعا کن. اگه خون بهرام رو زمین مونده به خاطر توافقیه که با فرمان کردیم، وگرنه تا الان 10 بار مرده بودیم. 10 بار مرده بودم، آره. 10 بار مرده بودم. آروم باش. تو هم حرفای این آشغالا رو باور میکنی، آره؟ قدیر رو دیدم چون میخواستم از کوزگون و تو محافظت کنم، چون من آدم خوبیم و فلان و بهمان. شارگه تو پیدا کردن، دختر داره روش کار میکنه، اما دیگه تموم شد رفت. بسه دیگه، توافقی تو کار نی. توافق بی توافق. اصلا شک نداشته باش، از وقتی به هم حمله کردی اون توافق رفت تو مقاله. کوزگون یه دقیقه تو دخالت نکن. قدیر، تصمیمات فوری نگیر. دیگه محافظتی در کار نیست. کی محافظت میکنه؟ خیر باشه. شما همتون کبریت بی خاصیتین. حاضرم خودمو اعدام کنم تا زیر منت شما باشم. حالا کی قراره از شما علیه من محافظت کنه؟ کی قراره محافظت کنه؟ دنبال جنگ علنی بودید نه؟ جنگ علنی شروع شد. اون خون ریخته میشه، یا از من یا از شما. تا یکی نمیره این داستان تموم نمیشه. دارنم من محافظت میکنم. هک. جهان، همه رو تو قهوه خونه جمع کن. الان چی میشه؟ توافق تموم شد. کوزگون جبجی امروز میمیره. آروم باش. تموم شد. چرا اینقدر به کوزگون فشار آوردی؟ من آوردم؟ اینجوری فکر میکنی؟ کور نیستم که رسما عصبانیش کردی. کاری که حقش بودو کردم. به خاطر تو دیگه زیادی تحمل کرده بودم. بیا بریم دیلا، بیا. کوزگون از کجا میدونستی اینجایی؟
آدمی مثل تو چطوری میتونه تو همچین تله‌ای بیفته فرمان؟ من نیفتادم، قدیر افتاده. یعنی چی؟ امروز کوزگون به قدیر حمله کرده. قدیر سعی کرده از کوزگون آدماش فرار کنه، به من زنگ زد. قرار گذاشتیم قبل اینکه شما بیاین. داشت میگفت دیگه کسی نمیتونه جلو ما بگیره. منم داشتم سعی میکردم قانعش کنم. چرا همینطوری یهویی فکر کرده با قدیر ارتباطی داری؟ اصلا نظری ندارم. فرض کنیم قدیر بی فکر رفتار کرد، اما تو چی؟ کوزگون همین امروز صبح اومد خونه، اون همه تهدیدت کرد. تو چطور میتونی تو همچین تله‌ای بیفتی؟ زیر قولی که به دیلا دادم نمیزنم، اما موضوع کوزگون جبجی از ریشه حل میکنم. چه جوری میخواین هم پای قولتون به دیلا خانم بمونی، هم کوزگون جبجی از زندگیتون بیرون کنی؟ من با کوزگون کاری نخواهم داشت. کوزگون در حالی که خودش دنبال عجلشه میمیره. داره موضوع جودت رو دنبال میکنه. خیلی زود به قدیر میرسه. ارائه شده توسط وبسایت بیا تو میکنیم باهوش باشه، دلش میخواد سریع بفهمه کی پشت سر قدیره، یعنی من. اجازه میدیم من و قدیر رو با هم دیگه ببینه. بعدش بهش میگیم حمله به قهوه خونه زیر سر من نبوده. میگیم تنها دلیل ارتباط من با قدیر همین دیلا است. بعدش هم میفهمه به خاطر دیلا از جونش محافظت کردم. اگه کوزگون خوب بشناسم، به جای محافظت از جونش توسط دشمنش مرگ انتخاب میکنه. به اجبار از همکاری با شرکای بهرام آدیوار کنار میکشم. اینطوری هم به قولی که به دیلا دادم عمل میکنم. هم خودش با دستای خودش همه چی رو نابود میکنه. دیوونه میشه. و در تمام این مسائل من هیچ نقشی نخواهم داشت. نمیتونم دور سر کوزگون بگردم. باور کن نمیدونم چه نقشه هایی داره و به چی فکر میکنه. در ضمن خیلی خسته شدم. از همه اینا خیلی خسته شدم. من فقط به تو قول دادم، فقط به تو. برای همینم از کوزگون، یعنی از دشمنم محافظت میکنم. اما دیگه از اختیار من خارجه. خودت هم دیدی کوزگون اعلان جنگ کرد. بیشتر از این از دستم بر نمیاد. متاسفم. منم تنهایی برمیگردم. سوار شو. صدا شرمین چی میگه؟ نمیدونم. منو ببین، وقتی داره به من میگه یه جبجی دیگه داره زندگی تو ازت میدوزه، منظورش کوزگون نیست، منظورش کارتال بود. صدا تو با کارتال چه رابطه‌ای داری؟ شرمین و اشارهاش برام مهم نیست. ها، اما میخوای بدونی؟ میخوام ازت جدا شم. برای چی داریم ادامه میدیم علی؟ میخوام این بدبختی تموم بشه، هم تو راحت بشی هم من. تو دلت به اون مردی که کارتال گرمه که با من اینجوری حرف میزنی؟ من دلم به هیچ کی گرم نیست. دخترم با من میمونه، تو هر کجایی که میخوای گم میشی میری. هرگز دخترمو ول نمی‌کنم، فهمیدی؟ هرگز. دفنه پیش من میمونه. تو هم از این به بعد توی خونه من جایی نداری. برای همینم وسایلتو جمع کن و گم شو برو. دخترم امروز مدرسه تعطیله، بیا ببین. علی 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 حرفو داشته باش، داره عمم محافظت میکنه. تو کی هستی که عمم محافظت کنی؟ داداش آروم باش. جهان یه دقیقه هم نمیتونم فکرشو بکنم. شده باشه یه گوله تو سرم خالی میکنم تا اینکه زیر منت اون مرتی که باشم. قربونت برم آروم باش، با عصبانیت چیزی حل نمیشه. بشه
بچه ها اومدن؟ جمع شدن منتظر تو هن. داداش نقشه چی؟ یعنی چیه؟ میرم تک تک به شرکای بهرام شلیک میکنم و بعدش هم میرم اعتراف میکنم. میگم من بهرامو کشتم، تسلیم پلیس میشم و والسلام. داداش قربونت برم این کارو نکن. به خاطر جون من و آزادی من کسی قربونی نمیشه. قبل اینکه شرکای بهرام ما رو بکشن ما اونا رو میکشیم.